حالا غالب را در جفتی بازی دسته های سورو و سپر معلوم میکند کدام دسته موفق می شود وقت نشان میدهد. همون دسته موفق می شود که دروازه‌بانش خوب بازی کند، همون دسته موفق می شود که بازیگرانش از ضربه های پنالتی موفق شوند و میبینیم که این دسته سپر است یا سورو و اولین شده بازیگران دسته سورو ضربه را اجرا میکنند. دوستان عزیز، ضربه های 6 متره پنالتی است. سمندر ریزوموف اولین شده به نزد نقطه ضربه پنالتی می آید در دروازه فیروزبک مرادوف. حالا میبینیم کدومی از آنها موفق می شوند. خب سمندر ریزوموف در مقابل فیروزبک مرادوف. داور حالا اجازه نداده است. ریزوموف ضربه او و گل. در کوشش اولین بازیگران تیم سورو موفق شدند. ریزوموف ضربه را خیلی عالی اجرا کرد. در سلسله ضربه های پنالتی دروازه‌بان دسته سورو خیلی مهارت بلند دارد، چون که بازی‌های قبلی هم نشان دادند که او مهارت خیلی خوب دارد، مخصوصا در خود خوجند. در بازی اولی فینالی سه امکانیت خوب را او توانست برای دستش برگرداند و موفقیت تیمش را تامین کند. حالا چی؟ حالا بسیار حساس است. لئوناردو کوریا لمه در نزد توپ در دروازه‌بان دسته سورام. ضربه لمه و خطا. ضربه بازیگر رقم 7 دسته سپر خطا می رود. خب او را آرام میکنند. پایان بازی نیست. به هر صورت در کوشش اولین موفق نشدن بازیگران سپر. خب اینک به نزد توپ بازیگر رقم 5 می آید علیشیر شیرینبکوف و موفق نمی شود. علیشیر شیرینبکوف بازیگری که اومد در بازی در میدان هنرنمایی نداشت، ولی مربی به او شاید دستور داد که در سلسله از ضربه های پنالتی باید او یکی از ضربه ها را اجرا کند. خب رافائل کامیلو ضربه او و این دفعه موفق می شود بازیگر برزیلی دسته سپر. یک بر یک است حساب. لوکاس ناکازاتو حالا به نزد توپ می آید. امکانیت سیوم برای بازیگران سورو است. ضربه ناکازاتو و خیلی ضربه اولی زد. کوشش دویم بازیگران سورو هم کوشش سیوم اصلا با موفقیت جنبست می شود، یعنی دو تاش خوب و یک تاش خطا. خب اینک محمد جان شریفوف بازیگر رقم 88 دسته سپر. ضربه او و او موفق می شود. حالا ایسا برابر می شود 2-2. این ضربه ناکازاتو بود که پیش از محمد جان شریفوف آن را اجرا کرد. خب اکنون بازیگر دسته سورو جوردانسون دو سانتوس
جورجینو اصلا از مسافه دور میدود، ضربه میزند و موفق میشود. ضربهش رو خوب اجرا کرد. خب اکنون به نزد توپ با بازیکن رقم 14 دسته سپر رستم حمیدوف آمد. حالا میبینیم که او ضربه رو اجرا میکند یا نه. ضربه او هم به خطا وارد دروازه میشود. حساب 3-3 آسیب گرفت به نظرم رستم حمیدوف. بختیار سولیف بازیکن رقم 13 از تیم سورا و ضربه او هم خیلی عالی با کنج بالایی دروازه رفت. اگر حالا بازیکنان سپر نتوانند ضربه را اجرا کرده، اونگاه سورا موفق می شود. کاپیتان دسته سپر اقبال واسطزاده به نزد توپ می آید. ضربه اقبال و اون هم به خطا اجرا می شود. حساب 4-4 دوستان عزیز. خب اینک بازیکن رقم 12 سنت الله فایزوف از تیم سورا حالا ضربه را اجرا میکند. ضربه او هم به خطا اجرا می شود. سنت الله فایزوف. خب از سپر حالا نوبت به کدام بازیکن است؟ خب نوبت با ویرا دسا فیلیپی بازیکن رقم 13 نفره که حساب را در رقابت امروزه باز کرده بود. بیایید میبینیم. دسا فیلیپی و نوریدین جبارов موفق می شود. سورا کمپانیا توانست عنوان چمپیونی را در بازی حل کننده به دست آورد. با شرافت هنرنمایی والای دروازه‌بان نوریدین جبارov 5-4 دسته سورا غلبه به دست می آورد. دوستان عزیز، ویرا دسا فیلیپ نتوانست ضربه خود را انجام دهد. مهارت بلند دروازه‌بان که ما بالاتر حتما گفته گذاشته بودیم در موردش باعث بر آن شد که سورا در فینال بر تیم سپر غلبه به دست آورد و در موسم سال 2025 چمپیون تاجیکستان بین دسته های سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان شود. احسن با مهارت دروازه‌بان. اینجا چی شروع می شود؟ از تیم سپر حالا دعوت کردن که داوران باید وار رو ببینن یا چیزی دیگر. و نظرم همین گونه. خب حالا بازی اندک دیگر می شود. همگون حالا اومده هستند که چنین این لحظه ها را ببینند. خب فکر میکنم از تیم سپر دعوا کردند که داوران یک بار وار رو ببینند که دروازه‌بان از روی خط بیرون برآمده باشد. حالا داوران این لحظه رو میبینند. حالا باید داوران رو برای ما نشان دهند، نه مثلا احساسات بازیکنان و مربیان را.
خب منتظر میشویم دوستان عزیز و داور اشاره میکند که همه چیز از روی قاعده بوده است. رسما اینک سورو کمپانیا دارنده مدال های طلایی سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان در سال 2025 شد. اونها را تبریک میکنیم با این غلبه، با این پیروزی بسیار هم ارزشمند و توانست دسته در بازی بسیار هم حساسی فینالی در مقابل تیم سپر پیروزی به دست آورد در سلسله ضربه های پنالتی و اینک باز هم چمپیون مملکت اوید به فوتزال شود و بسیار یک بازی حساس، رقابت های خیلی پرشدت رو با اشتراک دسته ها ما دیدیم دوستان عزیز. در سلسله فینال های سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان سپر هم ارزنده بود ولی آنها امروز در سلسله ضربه های پنالتی موفق نشدند. موسم آینده رو اکنون منتظر میشویم که دسته ها با چه نتیجه نایل میشوند. به هر دو دسته ما احسن میگوییم که دوام این گونه لحظه ها البته دقت ما رو با چنین بازی های حساس جلب کردند و این همان ضربه است که نورالدین جبارов با برگرداندن آن بعد دسته سورو عنوان چمپیونی را آورد در موسم امسال. و به نظر من اگر بهترین بازیگر را در موسم امسال انتخاب کنند به یگان شک و شبهه به نظر من این دروازه‌بانی دسته سورو خواهد بود. به نظر من شاید دیگرها نظری کلان دیگر دارند، متخصصون، سابق بازیگران و مربیون، ولی به نظر شخصی من نورالدین جبارов بهترین در همین موسم فوتبال سوپر لیگ تاجیکستان هم بود، مخصوصا در بازی فینال. در بازی فینال باید این چیز رو در الهیده یادآور شویم دوستان عزیز و اونهایی که ما رو تماشا کرده هستند از شبکه فوتبال خواهشان میکنیم که در سلسله ضربه های پنالتی تیم سورو کمپانیا توانست با حساب 5-4 بر دسته سپر غلبه به دست آورد و در موسم امسال عنوان چمپیونی را در سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان صاحب شود. ضربه های پنالتی واقعا حملاتری است. یک دسته برد میکند و دسته دیگر به باخت روبرو میشود. دسته که امروز برد کرد این تیم سورو بود و دسته که مواجه شکست شد دسته سپر از شهر خوجان. از دسته سپر 2 نفر در بازی امروز در ضربه های پنالتی موفق نشدند و از دسته سورو باشد 1 نفر و با این ترتیب شاگردان پیرو واحدov توانستند عنوان چمپیونی را به دست آورند و جام را اکنون از خوجند حالا به دوشنبه میآورند. بازیگران دسته سورو برندگان مدال طلایی موسم سال 2025 سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان. ببینید چگونه نورالدین جبارov ضربه ویرا دسافیلیپ رو برگردونید بازیگر رقم 13 دسته سپر رو. خب باید رو افتاده نشوند بازیگران دسته سپر، مربیان این تیم، رهبرت دسته اونها زحمت کشیدند تا به این لحظه آمدند. 5 فینال رو ما تماشا کردیم در پایان موسم امساله سوپر لیگ فوتبال کشور و بالاخره البته دسته سورو غلبه کرد. بازی ها برابر بودند میان دسته سورو و سپر، خیلی برابر بودند و حالا هیئت بازیگران دسته سپر با میدان برای گرفتن مدال ها وارد می شوند. اگنالدو ادواردو در این فینال اشتراک هم نکرد گویم حساب درست است چون که آسیب گرفته بود در بازی چهارم در دوشنبه. حالا با هیئت بازیگران این دسته مدال ها تقدیم کرده می شود. با همه بازیگران و تا اونهایی که در فینال هم نبودند، یعنی بازی نکردند ولی در روی خط سرمربی دسته همچون بازیگر نامنویس شده بودند
و به همه اونها حالا медал ҳои нуқраи мавсими имсолаи суперлигаи футзали кишвар тақдим карда мешавад ва умед дорем ки дар мавсими оянда дастаи Сипар боз метавонад қавитар шавад ва барои ба даст овардани унвони чемпионӣ талош намояд дар мавсими ояндаи суперлигаи футзали кишвар. Вақт ҳаст барои омода шудан ва ҳаёти Сипар дар мавсими имсола хеле ва хеле хуб буд ва танҳо вақти онҳо омад накард. акнун дӯстони азиз ба дастаи соро ҳоло медалҳои тиллои мусобиқа тақдим мегардад. خب اینک медалҳои тиллои мусобиқа ҳоло ба ҳайати бозингарони дастаи соро компания тақдим карда мешавад. имсол дар ҳайати дастаи соро якчанд бозингарони хориҷӣ аз ҷумла Елан Делон, Ҷордансон дос Сантос, Лукас Наказато ва Рейналдо Рейна ҳам буд ки гуфтем баъдан аз ин даста рафт бинобар сабаби мушкилотҳои мавҷуда. назар ба дастаи Сипар шумораи легионерони дастаи соро маҳз дар ин финалҳо камтар буд, вале онҳо тавонистанд муваффақ шаванд ва соҳиби медалҳои тиллои мавсими имсолаи суперлигаи Тоҷикистон гарданд. саҳми ҳамаи ситоди даста муҳим аст, хоҳ маъмури даста, хоҳ духтури даста, хоҳ маҳзгари даста, хоҳ менеҷери даста, мураббиён, роҳбарият, бозингарон, яъне як тими муттаҳид буд соро компания ва тавонистанд ки муваффақ шаванд дар финал дар муқобили дастаи Сипар. خب حالا جام قهرمانی با دسته سورو تقدیم می شود با کاپیتانی دسته. سراول شهادت نامه چمپیونی فکر میکنم با راهبریت دسته تقدیم کرده می شود و بعداً جام تقدیم می شود با کاپیتانی این تیم. خب اینک جام چمپیونی داده می شود حالا با کاپیتانی دسته سولو کمپانیا فیضعلی سرداروف. خب از فرصت استفاده بردم تمام هیئت بازیگران و مربیان و مخلصان دسته سولو رو با این پیروزی تبریک میکنیم و حالا جام با کاپیتانی دسته سورو فیضعلی سرداروف تقدیم کرده می شود و تنتنه جشنگیری عنوان چمپیونی در موسم امسال حالا برای دسته سورو ادامه می‌یابد و آنها واقعا هم ارزنده بودند که در فینال برای به دست آوردن عنوان چمپیونی تلاش کنند و همینطور هم جام نصیب این دسته شد. دوستان عزیز، موسم امساله فوتزالی یا سوپرلیگ فوتزالی تاجیکستان به انجام رسید با پیروزی دسته سورو کمپانی شهر دوشنبه.
گزارش مستقیم ما از قصر ورزش شهر خوجند از بازی اخیر فینالی سلسله های فینالی سوپرلیگ فوتبالی تاجیکستان در موسم امسال به انجام میرسد. تا گزارش های نوبتی صحتمند و پیروز باشد. بابا خالمرزاده و جمع همکاران تکنیکی همون بودیم که این گزارش رو برای شما پیشکش کردیم. صحتمند و پیروز باشید. خیر. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нароҳат мекунад. Naya Tox шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. Naya Tox дарди шуморо давост.